سلام دوستای گلم، امروز اومدم با یه دسر راحت و سریع و خوشمزه تابستونی. دسر تمشک. اندازه همه مواد تو کپشن نوشته شده. ابتدا پوره تمشک رو همراه شکر و نشاسته ذرتتون کمی بپزید، غلیظ که شد بذارید سرد شه، در قیف بریزید، بذارید توی یخچال. حالا با 3 قلم مواد خشک که کره نرم و آرد و شکر هستش کمی با هم دیگه پودرشون کنید، تو سینی فیر بریزید، بذارید کمی برشته بشه و بعدش هم سرد بشه. برای موس تمشکتون پوره تمشک رو بجوشونید، ژلاتین که قبل خیسوندید بهش اضافه کنید. بعد از حل شدن ژلاتین شکلات سفید و خامه رو بهش اضافه می‌کنید، می‌ذارید یکم سرد بشه. ظرف دسرتون رو به ترتیبی که تو فیلم می‌بینید پرش می‌کنید. بعد از گذاشتن تو 2 ساعت تو یخچال میتونید دسرتون رو میل کنید. دوستای من، نوش جونتون. سلام دوستای گلم، امروز اومدم با یه دسر راحت و سریع و خوشمزه تابستونی. دسر تمشک. اندازه همه مواد تو کپشن نوشته شده. ابتدا پوره تمشک رو همراه شکر و نشاسته ذرتتون کمی بپزید، غلیظ که شد بذارید سرد شه، در قیف بریزید، بذارید توی یخچال. حالا با 3 قلم مواد خشک که کره نرم و آرد و شکر هستش کمی با هم دیگه پودرشون کنید، تو سینی فیر بریزید، بذارید کمی برشته بشه و بعدش هم سرد بشه. برای موس تمشکتون پوره تمشک رو بجوشونید، ژلاتین که قبل